کجا رفتی؟ خب این جمله تا حرفش میشه من میرم رو به نظرم اینجوری میشه ترجمه کرد و در دل اون جمله میشه روی دو تا مورد تمرکز کرد و دو تا مورد کاربردی رو یاد گرفت. یعنی بگیم as soon as the talk turns to love I leave. مورد اولی که میشه اینجا روش تمرکز کرد conjunction as soon as هستش. conjunction ها میدونید دیگه ربط دهنده هستن و دو تا جمله رو به هم وصل میکنن. معمولا به این صورت هستش که وقتی از as soon as استفاده میشه در ادامه در دل همون جمله یعنی بلافاصله بعد از as soon as یک زمان حال ساده رو داریم و بعد از اون توی کلاز بعدی یک زمان آینده استفاده میشه، معمولا با will به کار میره. ولی توی این جمله که داشتیم یعنی as soon as the talk turns to love I leave در هر دو طرف یعنی در هر دو کلاز از زمان present simple استفاده شده و دلیلش این هستش که خب این یک اتفاقیه که همیشه درسته، همیشه صادقه، همیشه این اتفاق میفته. البته ناگفته نماند که بعد از as soon as ما میتونیم گذشته ساده هم داشته باشیم، یعنی به عنوان مثال as soon as I got home I took a shower. و مورد دومی که میشه روش تمرکز کرد و یاد گرفت turn to هست. از turn to استفاده میکنیم که بگیم موضوع صحبت تغییر میکنه و راجع به چیز دیگه‌ای صحبت میکنیم، یعنی در اصل the topic we're talking about shifts to یا changes to something different. و حالا یک سوال، جمله که داشتیم این بود as soon as the talk turns to love I leave. اگر برای as soon as جایگزینی بلد هستین اونو توی قسمت کامنت بنویسین.